سلام به همه دوستای عزیز. امروز میخوام در مورد موضوعی باهاتون صحبت کنم که ممکنه آینده ایران مخصوصا اینترنت ایران رو به کلی تغییر بده. بله درست متوجه شدید، مکانیزم ماشه. اما شاید این سوال توی ذهنتون ایجاد بشه که این فعال شدن مکانیزم ماشه چه اثری میتونه روی اینترنت ایران هم بذاره و چه بلایی سر مردم عادی میاد. خب همین الان و ابتدای کار بهتون بگم که متاسفانه هر مشکل سیاسی که به وجود میاد همیشه اولین کسایی که ضررش رو میبینن مردم عادی مثل ما هستن که متاسفانه هیچ کاریش هم نمیشه کرد. حالا اصلا این مکانیزم ماشه چی است؟ ببینید دوستان، اگر یک کشوری تعهدات بین المللی رو زیر پا بذاره، کشورهای دیگه میتونن بدون اینکه حتی با اون کشور مذاکره کنن همه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل رو برگردونن و اون کشور بیشترین فشار روش وارد میشه. و خب متاسفانه این تحریم‌ها فقط اقتصادی نیستن و روی حوزه دیجیتال اینترنت هم تاثیر خیلی زیادی میذارن. اما خب در رابطه با همین وضعیت فعلی اینترنت ایران اگر بخوام براتون بگم، ببینید دوستان، ما همین الانش هم وضعیت اینترنتمون خیلی داغونه. هم خودمون یک سری سایت ها رو تحریم کردیم، هم یک سری سایت ها اومدن ما رو تحریم کردن. مثلا ما اگر میخواستیم برای گوشی آیفونمون یه دونه اپل آیدی ایجاد کنیم، خب نمیتونستیم، باید از یک سری راه و روش های دیگه استفاده میکردیم. و از اون طرف اگر میخواستیم به یک سری سایت ها دسترسی داشته باشیم، ارور 403 بهمون میداد و این ارور 403 یعنی که شما نمیتونید به این سایت دسترسی داشته باشید چون که موقعیتت رو زده کشور ایران و کشور ایران رو هم ما تحریم کردیم. اما در کنار این محدودیت هایی که وجود داشت، یک سری سایت ها بودن برای کشورهای دیگه مثل کشور آلمان، هلند و جاهای دیگه که اینها می اومدن زیرابی یک سری مردم ایران رو رد می‌کردند و کارشون راه مینداختن. مثل یک سری از صرافی‌های خارجی که خودتون بهتر میدونید دیگه، نیازی نیست اسم بیارم. خیلی بچه‌های ایران دارن از این صرافی‌های خارجی برای ترید کردن استفاده میکنن، یا حتی بچه‌هایی که توی خرید سرور مجازی و راه اندازی سایت و وی پی ان و اینجور چیزها هستن. یک سایتی بود مثل هتسنر که یک سری از ایرانی ها میتونستن بیان وی پی اس به راحتی تهیه کنن و از این وی پی اس های هتسنر کشور آلمان به راحتی هرچه تمامتر استفاده کنن بدون اینکه مشکلی هم براشون پیش بیاد. یا سایت دیگه مثل گیت هاب اگر بخوام براتون مثال بزنم، با وجود محدودیت هایی که داشت باز اجازه میداد که بچهای ایران از این سایت بیان استفاده کنن برای پروژه های خودشون. اما الان چه اتفاقی میفته؟ الان که مکانیزم ماشه فعال شده، این فشارها خیلی شدیدتر میشه و دیگه اون سایت ها، اون شرکت هایی که زیرابی می اومدن مردم ایران رو رد میکردن، کارشون رو راه مینداختن، اینجا دیگه این کار براشون ریسکش خیلی بالاتر میشد و دیگه نمیان این کار رو انجام بدن. نمیگم 100% هستش، اما ریسکش خیلی بالاتره. پس این رو بهش دقت داشته باشید. اگر توی یک سری صرافی‌های خارجی هستید که دارید حالا ترید انجام میدید و تا الان گفتن که آقا ایرانی ها میتونن استفاده کنن، الان ریسکش رفته بالاتر. یا همون سایت هتسنر برای خرید وی پی اس، سایت آیزا که قبلا معرفی کردم برای خرید وی پی اس، اینها الان ریسکش بالاتره. پیشنهاد من به شما چیه؟ حتما الان دیگه واجبه که یه دونه وی پی ان آی پی ثابت ترجیحاً لوکیشن آمریکا یا آلمان برای خودتون داشته باشید، تهیه کنید برای خودتون و به هیچ وجه با آی پی ایران وارد این صرافی ها برای ترید کردن نشید. ممکنه پول های شما بلوکه بشه. خیلی از تترها الان خبر رسیده که توی صرافی های خارجی و جاهای دیگه که وجود داشته کامل بلوکه و فریز شده و نمیشه دیگه ازشون استفاده کرد. پس این رو حتما بهش دقت داشته باشید. از اون طرف ما مثلا گوگل استودیو داشتیم که همچنان فیلتر بود، الان محدودیت هاش هم بیشتر شده. خب اینا چه فکری پیش خودشون میکنن؟ ببینید مثلا یک شرکتی مثل گوگل که اومده این گوگل استودیو رو برای برنامه نویسا ارائه داده که
برنامه نویسا بیان با این گوگل استودیو اپلیکیشن بسازن و منتشر کنن، الان دیگه این محدودیت بیشتر شده. حالا چرا اینجوری شده؟ اینا پیش خودشون میگن که ممکنه یه فرد ایرانی بیاد با استفاده از گوگل استودیویی که ما در اختیارش میذاریم یه برنامه مخربی ایجاد کنه و توی فضای اینترنت منتشر کنه که این باعث آسیب بشه. حالا من میدونم بچه‌های ایران این کارو انجام نمیدن، ولی خب ممکنه بینشون هم باشه چنین افرادی. برای همین دسترسی ها محدودتر میشه. از اون طرف همونطور که بهتون ابتدای ویدیو گفتم، کاربرای عادی بیشترین ضرر رو دارن میبینن، مخصوصا کسایی که حالا دانشجو هستن یا فریلنسر هستن. خب این دانشجو و فریلنسر ها می اومدن از یک سری سایت های خارجی برای پروژه هاشون استفاده میکردن که الان دیگه کامل اینها فلج میشن، چون این سرویس های خارجی دیگه بهشون خدمات ارائه نمیدن به همین راحتی و ما هم هیچ کاری نمیتونیم واقعا انجام بدیم. و خب این باعث میشه که حالا یک سری از این برنامه نویس ها، فریلنسر ها و کسایی که کارشون وابسته به اینترنت هست، خب چون این خدمات براشون محدودیتش افزایش پیدا کرده، توی ذهنشون حضور میکنه که مهاجرت کنن. با رفتنشون از کشور ایران آیا اونجا هم بهشون خدماتی تعلق بگیره یا نه؟ قطعا میدونم که بهشون گیر میدن اگر هم بخوان خدماتی بهشون بدن، چون که میگن آقا شما ایرانی هستی. اما تاثیرش روی اقتصاد دیجیتال چیه؟ چیزی که حالا اینجا نوشته شده، استارتاپ ها و کسب و کارهای آنلاین قراره که ضرر خیلی بزرگی بکنه. سرویس های پرداخت بین المللی سخت‌تر میشن. تا الان اگر شما میتونستی بری تو یک سایت خارجی یک محصولی رو سفارش بدی و خرید بزنی، الان دیگه محدودیتش بیشتر شد. یکیش رو بخوام بهتون مثال بزنم، سایت آمازون که یک سری از دوستان اومده بودن پیج زده بودن، پیج های وابسته که می اومدن به عنوان واسطه از این سایت آمازون برای ایرانی ها خرید انجام میدادن و اون خریدها رو به دستشون میرسوندن. الان دیگه این کار به این راحتی ها امکان پذیر نیست و محدودیت براشون افزایش پیدا کرده و خب این باعث شده که بهشون ضرر هم برسه. خیلی از شرکت های خارجی هم دیگه متاسفانه نمیان با ایرانی ها کار کنن، میگن آقا ایران تحریمه و ما اجازه کار کردن با شما رو هم اصلا نداریم. پس اگه بخوام یه جنبندی ساده بکنم، این مکانیزم ماشه فقط یه اصطلاح سیاسی و حقوقی نیستش که ما بگیم بابا این ربطی به ما نداره و فقط روی سیاست تاثیر میذاره. کلا زندگی مردم عادی رو فلج میکنه و بیشترین ضررش هم کسایی میکنن که الان اینترنت ایران رو دارن استفاده میکنن و خب این محدودیت ها هم دو طرفه هست. ما خودمون یک سری سایت ها رو فیلتر کرده بودیم، اونا هم الان بیشتر تحریم ها رو اعمال میکنن و دسترسی هم برای ما سخت‌تر میشه. همین گیمر هایی که داریم کال آف دیوتی موبایل، پابجی اینها بازی میکنن، ممکنه اون شرکت ها بیان دسترسی ها رو ببندن و شما مجبور باشی DNS بزنی، VPN بزنی و در نهایت استفاده از VPN هم با دوباره پینگ بالا و دردسرهای خودش رو خواهد داشت. نکته آخر قبل از تموم شدن این ویدیو اینه که همین الان به فکر یه دونه VPN خوب برای خودتون باشید، ترجیحاً IP ثابت، لوکیشن آلمان یا آمریکا باشه و اگر از سایت حساسی دارید استفاده میکنید مثل همین صرافی‌های خارجی، حتما از این VPN استفاده کنید. مورد دیگه این که اگر جیمیل دارید، این خیلی مهمه دوستان، اگر جیمیل دارید که با شماره ایران جیمیل رو ساختید یا وریفای کردید، حتما وارد تنظیمات امنیتی جیمیلتون بشید، تایید 2 مرحله گوگل رو روش فعال کنید و در نهایت یه دونه ایمیل پشتیبان، ترجیحاً ایمیلی که خارجی باشه، یعنی با شماره ایران وریفای نشده باشه، اضافه کنید بهش تا اگر مشکلی به وجود اومد، از اکانتتون افتادید بیرون، بتونید با استفاده از ایمیل پشتیبان یا تایید 2 مرحله گوگل به راحتی وارد بشید، چون دیگه فکر نکنم پیامک فعال سازی روی شماره های ایران هم ارسال بشه. فقط برای جیمیل این موضوع صدق نمیکنه. سعی کنید اگر برنامه یا سایت خاصی رو دارید که حساس هستش، حتما برید بررسیش کنید و نذارید که بفهمه ایرانی هستید. امیدوارم که هرچه زودتر این مشکلات تموم بشه. تا دیداری دیگر، بدرود.